میخواستم یه جمله بگم مسیر زندگیتون عوض بشه. او طرف بریم. اگر یه نگاهی به زندگیمون بندازیم ممکنه خودمون رو یه جوره روی تردمیل ببینیم. این که هر چقدر سگ دم میزنیم نمیتونیم به نتیجه برسیم و تا امروز کاری از پیش نتونستیم ببریم. سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی. همونطور که از تیتر ویدیو پیداست امروز قرار 5 مورد رو بررسی کنیم که در صورت اصلاحشون زندگی بهمون حال میده. و اگر نه ما باید به زندگی حال بدیم. بدون مقدمه و تف دادن شعر یه راست میرم سر اصل مطلب. مورد اول که بسیار هم مهمه مقایسه دائمی خودمون و افراد دیگه هستش. فضای مجازی به ویژه اینستاگرام جدای از سرگرم کننده و گاهن آموزنده بودنش میتونه در گذر زمان و به صورت ناخودآگاه هر کسی رو افسرده کنه. دنیای واقعی هم همینطور، چرا که افراد زیادی چه تو دنیای مجازی چه تو دنیای واقعی دارن بهترین دارایی هاشون رو به رخ ما میکشن. یکی از بدنش مایه میذاره، یکی از هیکلش، یکی از صداش، اون یکی از پولش و بعدی از قیافش و الی آخر. و ما ناخودآگاه همه اینها رو یک جا با خودمون مقایسه میکنیم و فکر میکنیم که وضعمون خیلی داغونه، در حالی که چنین چیزی نیست. اونی که ورزشکاره الزاماً سخنور خوبی نیست و روابط اجتماعی که عامل مهمی تو موفقیت ممکنه نداشته باشه و میتونه تو سواد سیاسی در حد پهن باشه و برعکسش شخصی که توی جامعه ما اونو آدم حساب نمی‌کنیم میتونه در گذر زمان و با تلاش بسیار زیاد به وضعیت و جایگاه بسیار مناسبی برسه. خلاصه اینکه جداً باید از بحث مقایسه خودمون و افراد دیگه پرهیز کرد. هیچ کس شرایطش و گذشته‌اش و تیپ شخصیتیش با شخص دیگری یکسان نیست. تنها کسی که با مجاز به مقایسه کردنش با خودمون هستیم خودمونیم و بس. و چقدر از وقت گرانبهایی ما داره صرف سر کردن تو زندگی سلبریتی ها میشه، به طوری که طرف از باباش بیشتر میشناسیم ولی زندگی خودمون برامون ناشناخته است. این مقایسه دائمی روح و روان ما رو فرسوده و افسرده میکنه. فرصت‌های پیش رومون رو هم نابود. پس بهتره که این عادت سمی رو بکنیمش بیرون از زندگیمون. دومین مورد امروز و فردا کردنه. سناریو مشخصه، یه کاری باید انجام بشه ولی دلایل خاصی برای انجام ندادنش به وجود میاد یا بعضا به وجود میاریم، یا به خاطر بی‌برنامگی، یا افتادن تو دام حواس پرتی‌ها، یا هم تنگ نبودن عضوی از بدنمون و یا هم فلسفه خجالت و ترس و نداشتن خاویار. به هر حال هر چقدر که بیشتر کاری به تأخیر انداخته بشه رسیدن به اون نقطه و به دست آوردن خواسته هامون هم البته به تأخیر میفته. برای کارهای سنگین هم بهتر که اونا رو خرد و کوچیک کرد، چون سنگ بزرگ نشونه‌ای نزدنه و برنامه‌های آنچنانی رو نمیشه یک شبه پیش برد. ضمناً هر چقدر که بیشتر کاری به تعویق بیفته احتمال انجام ندادنش بیشتر میشه. حالا هر کاری باشه، از درس خوندن و ورزش کردن و سر کار رفتن گرفته تا ترک خود امضایی و چیزای دیگه. مورد سوم زندگی کردن تو گذشته. گذشته انصافاً درس خوبی بهمون میده، چون تجربه هست و هیچ علم و دانشی از تجربه شخصی خود آدم بالاتر نیست. تجربه معلمیه که اول امتحان میگیره و بعد درس میده، ولی چسبیدن بهش هم به هیچ عنوان درست نیست. همونطور که فقط با نگاه به پشت سر نمیشه رانندگی کرد. غرق شدن توی گذشته هم ما رو از فرصت‌های پیش رو محروم میکنه. مردم فکر میکنن گذشته همیشه از حال بهتر بوده، که خب از نظر اقتصادی آره راستیتش حقیقتاً سالهای قبل بهتر بوده و انقلتی توش نی. و از طرف دیگه در گذشته کمتر مسئولیت داشتیم و تحت حمایت پدر مادر بودیم، اما مغز انسان معمولا گرایش به این داره که خاطرات بد گذشته رو پاک و خاطرات خوب رو دائما یادآوری کنه. به همین خاطره که ماها جز یک سری موارد خاص و نادر از خاطرات گذشته خوب یاد میکنیم و همیشه گذشته رو از حال بهتر میدونیم. گذشته ما امروز رو ساخته و جمع گذشته و امروز هم آینده رو میسازه. با توجه به این مسئله نباید فرصت‌های امروز رو با حل شدن توی گذشته به باد فنا داد. مورد بعد کمالگرایی. کمالگرایی در رفتار هم یعنی اینکه شخص برای انجام کاری به دنبال استانداردها و انتظارات بالا و بعضن غیر ممکن و شخمی تخیلی برای خودش بگرده. برای مثال صبر کنم دقیق بشه سر ساعت 10 شب بعد بگیرم بخوابم، سر ساعت 5 عصر برم ورزش کنم، یه دست دیگه بزنم رونش بشه 5 دست بعد برم به بقیه کارام برسم. اگه چند دقیقه برنامه عقب و جلو بشه یا طبق استانداردهایی که مشخص کردیم نشه کلاً برنامه به هم میرزه و کنسل میشه. آخرم نتیجه شده که هدف و برنامه به یه جای گاو ماده خورده. قرار نیست که همیشه همه چیز کامل باشه. درسته باید به یه حد نصاب برسه، اما وسواس به خرج دادن هم راهیه که به هر جا میرسه الا مقصد. به هر حال
انجام یک پروژه ناکامل از انجام ندادنش خیلی بهتره. وسواس زیادی به خرج دادن توی زمان و مکان انجام کاری، ترس از قضاوت و شکرخوری ملت و چیزهای دیگه میتونن دلیل کمالگرایی باشن که خب باید تلاش کرد که این عادت رو کنار گذاشت. و حتی اگه شده یه بخش کوچیک از برنامه رو هم پیاده کنیم تا در گذر زمان و با پیشرفت‌های کوچیک بتونیم به نتیجه مورد نظر برسیم. قطره قطره جمع گردد وانگهی چاه آب شود. مورد پنجم، مراقبت از خود. موفقیت، رسیدن به قله و سخت کوشی الزاماً به معنی به گاه رفتن نیست. سلامت ذهن و جسم بازدهی بیشتری برای ما برمغان میاره و برعکسش خستگی و رخوت و بی‌حوصلگی میتونه نتایج کارهای ما رو بی اثر کنه. بیاید یه چند تا مثال رو بررسی کنیم. دوره کنکور همه ماها معمولاً یک روز از شدت خوندن خودمون رو مورد عنایت قرار میدادیم، روز بعدش کلاً فلسفه کنکور به کتف راستمون بود. یا مثلا 1-2 ماه منظم ورزش میکنیم و باشگاه رفتن سر وقت و در حد جر و جر شدن وزنه میزدیم و بعد چند وقت خسته و بی‌انگیزه میشیم و کلاً قید ورزش رو میزنیم. یه جوری مثل آدم رو صراط مستقیم حرکت نمیکنیم، یا افراط میکنیم یا تفرید، در حالی که هیچ کس با این روش نتونسته راهی رو به جای ببره. باید برنامه ریزی معقول، منطقی و عاقلانه‌ای باشه و هر کاری برای شروع از کم آغاز و با گذر زمان شدت بگیره. و حتما هم باید برنامه‌ای برای استراحت در نظر داشته باشیم تا هم بازدهی کارمون بیشتر شه و هم زدگی در کار نباشه و شعله‌های انگیزه هم خاموش نشه. تفریح و استراحت هم ترجیحاً بهتره که توی طبیعت چرخ زدن باشه، نه 10 ساعت ولگشتن تو فضای مجازی و سم دیدن. خب دوستان گرامی، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که به درد خورده باشه و اگر از این سبک ویدیو خوشتون اومد میتونید کانال ما رو دنبال کنید. پیروز باشید و پایدار و در پناه حق.